الرحمن الرحیم. سوره های شفا برای بیماری های مختلف. بیماری های مختلف. حضرت عبدالملیک ابن عمیر این روایت میکنه، قال گفت رسول الله السلام. چی گفت رسول الله السلام؟ فی الفاتحة الکتاب شفاء من کل داء. در خواندن سوره الحمد شریف تداوی و شفا بخشی در هر درد است. هر درد، سر دردی، پای دردی، کمر دردی، دل دردی، چشم دردی، گوش دردی، هر نوع دردی من کل داء، من کل داء، از هر نوع درد شفا هست. فی فاتحة الکتاب شفاء من کل داء. شفا، صحتمندی در هر نوع درد است. باز چه گفته؟ در سوره فاتحه برای هر بیماری شفا هست، با بسم الله الرحمن الرحیم نوشته کرده شود. بسم الله هم کتش نوشته کرده شود و امروی الحمد شد. اول بسم الله رو نوشته کنیم، بعدا به دنبالش الحمدلله رو نوشته کنیم. بعضی ها گفته تعویض بکنه در گردنش. بسم الله رو نوشته که در کاغذ، دنبالش الحمد تا ولا ضالین نوشته که باز در گردنش اوزان. ولی که نیره بعضی اوقات به احتیاطی میکنه، در تشناب اینجا میبره، باز مکروه است. نه، بهترش همیست که الحمد نوشته که با بسم الله در آب حل کو، شویست کو. یک یا این که 7 بار بخوان با کمال تقوا و اخلاص. 7 فالحمد بخوان، شوف بکن. علاوه از این یک استاد ما بزرگوار بود، هر طفلی که خوی کردن اینی گیران میکنه. طفلکایی که از این 8 شب که شروع میکنه در 3 ساعت هم آرام نمیشه، بغ میزنه. 13 دفعه الحمدلله رب العالمین الی آخره بخوان. در 13 دفعه در مخرج شوف کو. همین دانش گفته زنای قدیم کلی تک میشه، بند میشه، قفل میشه، آرام میشه. صحیح شد؟ این الحمد شریف با کمال تقوا، حسن اعتقاد و نیت و عقیده خوب و اخلاص خوب بخوان. مدرس طفل او بینیش آمد در از مجلس زنگ میزنه که پدر فلانی شربت بیاری، بچه ریزش کرده. بهترین نسخه داری او مادر، الحمدلله رب العالمین. دهن تو مادر با زیر سینه طفل داری، دعای تو در حق طفل قبول میشه. زمزمه کن الحمدلله را، خیر است. تداوی منافی توکل نه، شربت هم بیت مشکل نداره. یک. دوم، خواندن و دم کردن یا نوشتن هم در گردن هم بسته کنین. سوره قل اعوذ برب الفلق و سوره الناس قل اعوذ برب الناس را در گردن طفلتان. ایرا در حسن حسین هم نوشته کرده، در گردن شوزان کردگی هم است. علاوه از این در وقت خواب قل اعوذ برب الناس فلق و مردم عوامو 4 قل میگن، بخوانین، خواب کنین، محفوظ میمانین. یک، بخوانین، برین هنگام رفتن پیش حاکم، از شر حاکم ظالم محفوظ میمانید. یک پادشاه هست، یک حاکم هست، اونجا تو در جلسه اشتراک داده، اگر اونجا تو از میترسی از ضررش، قل اعوذ برب الناس فلق ای معوذتین میگه یا معوذتین، بخوان برو، مأمون میمانی. الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. آیا در مواد خام زکات هست یا نه؟ مثلا نجار چوب خریده ماندگی است. نجارها چوب خریده ماندگی است. چوب اضافی. آهنگر مواد فلزی خریده ماندگی است. شما معجزه وسایل سامان و گپ سخن خریده ماندگی استیم. مواد آهنی، مواد خام، مستری تایر خریده ماندگی است، کلچ موتر خریده ماندگی است، بریک خریده ماندگی است. خب هر نامی که شما میکنید، مواد فلزی خریده ماندگی است، مواد یخچال خریده ماندگی است، مواد ایسی خریده ماندگی است. و نجارا مثلا چوب خام خریده مانده لیکن وسایل جور نکرده. آیا به می مواد خامی کسی که خریداری کرده به خاطر ساختن مواد فلز، آیا زکات واجب است یا نیست؟ این سوال یا این مسئله جوابش بله. اگر پرزجات و مواد خام نجاری، آهن باب، فلز باب، حلبی باب، هر چی که است، اگر مستری ها و امینا بزرگا میخرن نگاه میکنن،
اگر حولان حول شوه، نه 12 ماه سرش تیر شوه، 1 سال و به نصاب هم برسه، زکات واجب است. نصاب این پولش به زکات برسه و 1 سال تیر شود، بر بالای مواد خام چوب نجار و مواد فلزکار زکات واجب است. باید زکات را بپردازند. یک مسئله. دویم مسئله، بعضیا مشکل داره در اعضا و اندامش از طلا کار میبره، خصوصا دندان طلایی داره. آیا در اعضای کسی که طلا کار شده، طلا ساخته شده، آیا به مو طلا زکات واجب است یا نه؟ لیکن طلایی که در 85 گرم رسیده باشه، همو 20 مسقال که نیم مسقال میگیم، امو را دینار اگه حساب کنی 85 گرم طلا یا 91 گرم طلا، دو رقم نصاب است. یعنی طلای در اندام و اعضایش کسی کار کرده که به مسابقه و برابر 85 گرم طلاست، در ملکت نصاب نرسیده باشه. آیا در این اعضای طلایی تو زکات واجب هست، لازم هست یا نیست؟ یا یکی هیچ حساب نمیشه؟ این سوال شد. جوابش همین است. اگر همون اعضایی که تو طلا برش کار کردی، دندان، خصوصا دندان ها، اگر این دندان یا برنامه که داری در جان دست طلا کار شده، اگر به نصاب برسد زکات واجب است. یک و جدام کرده میشده باشه، جدا شوه، خطا شوه، پس وصل میشه، ولیکن در نصاب رسیده باشه زکاتش واجب است. مثلا 85 گرم طلا اگر او بوده باشه، باز از او زکات میکشه. 85 گرم را اگر تو ضرب میزنی، ضرب 4000 بکن چند میشه؟ همین یک ضرب بزنید در تلفن هایتان، باز لگی 2500 افغانی زکاتش میشه. لگی 2500 3 لگ 70000 لگی 2500 زکاتش میشه مثلا. یعنی خلاصه اعضای طلا کار شدگی جدا شود، در نصاب برسیده باشد، زکات واجب است، زکات لازم است. این چند مسئله شد؟ این 2 مسئله شد. سوم مسئله، اگر کسی حولی داره، دکان داره، جایداد داره، در کرایه داده ماهانه، آیا پول آن را که در ابتدای عقد شما دکانتان در کرایه دادین، در حمل 1 ساله 4000 دلار بود، هرچی بود یک جای گرفتید، آیا در پولی کرای دکانت از ابتدای عقد، از ابتدای قرارداد گرفتی، آیا زکات ای واجب است یا نه؟ یا حولی را 1 ساله در کرایه دادی، 1 ساله کرایه را یک جای گرفتی، دیگه سال امی حمل 1 سال پوره میشه، آیا زکات واجب است یا نه؟ این سوال و این مسئله شد. بله، در ابتدای عقد هر کسی که پول گرفت به اندازه نصاب بود، به اندازه نصاب بود، بناهن 1 سال هم بگذرد، پول در پیشت نقد بوده باشد، دوز نبرده، گم نشده، دیگه نشده، از امو پولی که از ابتدای عقد گرفتی در نصاب رسیده باشد، از کرای اولی و دکانت زکات واجب است. چند مسئله شد؟ خوش. مسئله مهم همین است که در اموال تجارتی زکات واجب هست، لازم هست، در کدام قیمت؟ حاجی صاحب وسایل تجارتی را خریده در ماه قوس پارسال، مثلا خریده دانی 80 روپه، 1 سال سرشتر شده فعلا 70 روپه شده، آیا زکات اموال تجارتیش از 80 روپه خریدگی پارسال حساب کنه یا در 70 روپه فعلا؟ مثالش یعنی اموال تجارتی کدام قیمتش قابل قبول است در شریعت که زکات بکشه؟ یا مثلا پارسال خریده 50 روپه مجنسه، اما سامان 50 روپه عروض تجارتی، وسایل تجارتی 50 افغانی، فعلا همون ده 70 افغانی رسیده، از 50 روپه زمان خرید زکات بوده یا فعلا که 70 روپه شده که 20 روپه قیمت پیدا کرده از فعلا بوده؟ از کدامش؟ قانون همین است، اموال تجارتی در حین ادای زکات قیمتش قابل قبول است. در کدام تاریخ که زکات میته، دمود تاریخ قیمتش باید حسابی بکنی زکات بودی. یعنی اگر تو 10 ماه پیش خریدی 50 روپه، حال 70 روپه است، از 70 روپه که ولی زکات میکشی، از 70 روپه باید تو قیمت گذاری بکنی، مال زکات باید ادا بکنی. یعنی اموال تجارتی در حین ادای زکات قیمتش قابل قدر است، قابل اعتبار است در شریعت، در وقت باید ادا بکنین.
یک مسئله کوتاه ویدیو تا قید کو باید علایده بگی خب چی هست؟ خب یه هم خوب مسئله است. آیا زکات را می تواند به فرزند، مادر، پدر، خواهر، برادر داد؟ در پدر و مادرتان نمیشه مال زکات. زکاتتان در واته و آنه تان نتین. فارسی در پدر و مادرتان نتین، در بی بی بابا نتین. اگرچه بالا بوری اگرچه بابی بابا بی ایج نتی زکات. چرا؟ این خلاصه در پدر و مادر زکات نمیشه. چرا؟ زکات چرک مالا به مادر شفاف نتی. از اون پول اصلی ممت بندل کربند برش خدمت کو، برش کمک کو، برش خرج کو. صحیح شد؟ یک ده برادرتان، ده خواهرتان، ده خواهرزادتان ده اینا جدا بوده باشد، علاهده باشد، فقیر بوده باشد، ثوابش بیشترتر است. ده خواهرت زکات بده میشه. عروسی که رفته غریب است از نه بیچاره چیزی نداره، زکات ده خواهرتان بده میشه، حتی ثوابش بیشتر است نسبت به بیگانه. و ده برادرت هم همچنین هیچ مشکل نداره، زکات ده اونا میشه. فرزندت هم اگر فقیر باشه جدا باشه جایز است. فرزند فقیر است کوچ که رفته جداست عاجز است او نواسا غریب و نادار است برای زکات خود را کنه جایز است. دیگه آمدیم در وقتی که زکات میدهیم بگوییم که مال زکات است یا خیر. زکات یک شرطش قبض کردن است. متوجه هستی؟ مال زکات بگو که بیادر همین زکات است بگی، این بهتر است. اگر این بیادر خفه میشه، خسته میشه، غرورش میده میشه، فقط در امو وقتی که نیتی داری که همین پول باید ما جدا کنم به خاطر زکات، از یک لگه 2,500 جدا کردی، لیکن همین آدم دایش بگی خفه میشه، غرورش زیر پا میشه. گپ از اگر چی غرور چی گپ داره؟ غرور ما شما خو گپ داره نداره، خفقان هستیم غرور داریم، بگیم نگیم داریم. این خفه میشه، خواهر خفه میشه، از نه خفه میشه مثلا. اما وقتی که جدا کردی نیت امیست که این پول زکات است، هیچ یادم نکن. بگو میره بگیرین رمضان است که افطاری بخورین یا برنامه که یاد میکنی. این پول زکات را وقتی که شما میتین اگر جانب مقابل خفه میشه، خسته میشه، خجالت میشه، اون وقتی که از بین پول ها جدا کردی اونجا نیت زکات کنی، اون کفایت میکنه. آجر نیست که برش بگی. اما اگر خفه نمیشه گفتنش بهتر تر است.